انشاءالله من گپ میزنم در این باب رضاع گفته شیرخوارگی را میگویند. یعنی حضرت امام ابو حنیفه را خدا رحمت کند میگوید یثبت بمسة فی حولین و نصف. همین رضاع شیرخوارگی به یک بار مکیدن و تا 2.5 سالگی رضاع شیرخوارگی واقع می شود. یعنی اگر در این مسئله شما خودتان اهمیت دهید که وقتی که مثال عائله های شما زمانی که پیستان های اونها شیر دارد با اونها تأکید کنید که به هر یک انسان شیر ندهند. رخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبی برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61 و تا 2.5 سالگی رضاع شیرخوارگی واقع می شود. یعنی اگر در این مسئله شما خودتان اهمیت دهید که وقتی که مثال عائله های شما زمانی که پیستان های اونها شیر دارد با اونها تأکید کنید که به هر یک انسان شیر ندهند. وقتی تصور کنید که یک همسایه را یا یک جا سفرکی می شود، در سفر کسی را که شیر داد و همچون فرزند او حساب می شود، فرزند است برای او. دیگر اگر وای شیرخواره اگر بچه باشد دختر این گیرد اکه و خواهر گویا که زن و شوهر شدند. این بسیار خطری کلان دارد. باید زنها وقتی شیر میدهند به شوهرها خبر دهند که فلانی را من چیکار کردم، شیر دادگی هستم. حضرت امام شافعی و دیگر امام ها خدا رحمتشان کند تا 2 سال گفتند، لیکن امام اعظم تا 2.5 سال گفتند. گفتن اگر کودکی که تولد می شود از روز تولدش تا 2.5 سالگیش از کدام زنی که اگر شیر خورد وای فرزندی وای به حساب می رود. بعد 2.5 سالگی که بالا که شیر خورد دیگر اینجا رضاع یعنی شیرخوارگی واقع نمی شود. یعنی بعضی آدم های اصلا سوال میکنن حالی که در حالت می کلان سالی مبادای اگر شیر یکی زن تا اگر خوری میگن زن به تو طلاق است. نه، این طلاق نمی شود مگر وای حلال نیست خوردنش، لیکن طلاق واقع نمی شود. یعنی شیرخوارگی هم واقع نمی شود. فقط از روز تولد تا 2.5 سالگی کدام فرزندی را که اگر زن شما شیر داده باشد وای فرزند شما می شود. وای دیگر حقوق ندارد که از اولاد شما کسی را خواستگاری کند، خواه زن باشد خواه بچه باشد. بسیار در این حتی امروز مسئله برآمد که انسانی که یک بچه را شیر داده است امروز با دختری او یک جای زندگی دارند، صاحب 5 فرزند شدند، اکه و خواهر هستند. اونا از روی اسلام 5 فرزند دارند. اللکی بعداً اثبات شد که این در خوردش از همین مادر دختر شیر خوردگی بوده است. این امروز چیکار کنن باید؟ بسیار با دقت باشین. زنها را تأکید کنین، همین سخن برده رسانین که هر جایی که شیر میدهین شما باید که یک خط داشته باشین، نام وی نویسانده باشد تا که ما دانیم که مثال همین فرزند از همین عائله من شیر خوردگی هست. خود همون زنم در لعنت گرفتار می شود وقتی که اگر به اجازت شوهر اگر به کدام فرزندی که اگر شیر دهد.
برادرای عزیزی که قرآن خوندن نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم به زبان عربی نویسه، هم به زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش به زبان تاجیکی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیغمبر ما غسل روز جمعه را واجب گفته است. یعنی حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه که روایت میکند از حبیب خدا، در اصل پیغمبر چی گفتن؟ گفتن غسل یوم الجمعه واجب علی کل محتلم. این حدیث متفق علیه است، راویش ابو سعید خدری است. پیغمبر خدا گفتن محتلم گفته آدم بالغ میگن، بر هر یک آدم بالغ آبازی کردن روز جمعه واجب گفتن، واجب است. لیکن محدثا المراد من الوجوب الاختیاری گفتند. مراد از این واجبه که پیغمبر گفته است واجب اختیاری است، واجبه که ضرور امر کردگی نیستند. از این خاطر این روز جمعه را غسلش چگونه که صاحب مختصر هم خدا رحمت کند و میگه و سنن للجمعه والعیدین والاحرام والعرفه، یعنی سنت از غسل کردن از برای روز جمعه و سنت از غسل کردن پیش از عید رمضان و پیش از عید قربان و سنت از آبازی کردن پیش از آنی که حاجی ها احرام در بدنشان می پوشند و سنت از غسل کردن در روز عرفه که اینا در عرفات حاجی ها اونجا غسل میکنند. انا این روزه غسل کردنش یعنی سنت میگویند، این واجب نیست. حق لله على كل مسلم ان يغتسل في كل 7 ایام یغسل رأسه و جسده. پیغمبر خدا گفتند حق خداوند است بر ذمه هر مسلمان، حق خداوند است بر ذمه هر یک مسلمان این که در هر هفته یک بار کل بدنش شسته تازه کنه. یعنی روز جمعه را اگر ما و شما به شستن تمام بدنهامان اگر انجام دهیم این به نهایت نیک می شود. هر کدام شما وقتی که جمعه می آیین کار کنین، دادرای عزیز و پدرای عزیز که غسل کنین، بدنهاتون با صابون شویید، اگر خوشبویی ها داشته باشد خوشبویی ها استفاده کنید، لباس های بهتری که دارین بهترین لباس هاتون پوشین و بعد به نماز جمعه بیایید. این حالت در شما خیلی ثواب کلانی را نائل میشوید. یعنی خلاص در تازگی خیلی اهمیت دهید، بسیار تازه باشید. روز جمعه هم که آبازی کردی اقلا در یک هفته 2 بار آبازی کن، 2 بار در همین شرایط که الحمدلله که آب مجانا است، مفت است. الحمدلله این چراغ هایی که امروز آبهای ما و شما را گرم کرده میتواند. شما یک چیز را فراموش نکنین، امروز مردم اروپا را تماشا کنین چند قدر تازه هستند. وقتی نگاه میکنی چند قدر آلوفته هستند، چی در خوراک خوریشان، چی در لباس پوشیشان، چی در شکل شمایلشان. حال آنکه ان الله نظیف یحب النظافه، حال آنکه حبیب خدا میگوید پروردگار پاک است، پروردگار زیبا است، پروردگار تازه است، پاکیزه و تازه ها را دوست می‌دارد. این پاکیزگی از اسلام است. امروز اون مردم این استفاده میبرند و ما و شما مردم مسلمان خیلی در این مسئله قفا ماندگی هستیم. بسیار اهمیت دهید جوانای عزیز و پدرای مهربان، در مسئله تازگی خیلی اهمیت دهید. بدنهاتون دائم تازه نگه دارید. حتی یک شرطی پیدا شدن محبت بین زن و شوهرم
در تازگی گفتن عزیزان ما، گفتن اگر زن دائم خودش را زیبا کند، اگر دائم زن بدنش را خوشبویی کند، اگر دائم زن اسمه و سرمه استفاده برد و شوهر به مجرد دیدن چکار میکند؟ باز محبت زندگیشان در بینشان زیاد می شود، از حساب لباس زیبا، از حساب شکل زیبا. حتی خدا رحمتشان کند ابن عباس را میگوید میدیدم که بسیار زنم برای من زیباگی میکرد. وقتی که من خانه می آمدم یا در جایگاه خواب که خواب میکردم، چه بهترین خوشبویی ها را عائله من استفاده می برد، سرمه میکرد، اسمه میکرد، یعنی همه شکل شمایلش بهترین صورت دا می آورد. اینقدر میگوید محبتی مرا خداوند در دل وی جا کردگی بود، اینقدر من وی دوست می داشتم. لیکن من از حساب آن که زن من که این گونه بود، خودم را مثل زنم منم زیبا میکردم، منم پاکیزه میکردم، تا که در بین هر دی ما محبت پیدا شود. بسیار اهمیت دید، در بدنتون اهمیت دادین، در لباستون اهمیت دادید، حتی در همون کرپچه هایی که در خانه می نشین همون آدم اهمیت دهید، حتی در خانه ای که شما خواب میکنید در همون هم اهمیت دهید. بسیار خلاصی گپ، بسیار آلفته باشید، بسیار تازه باشید، زیرا تازگی از اسلام است. در همه اطراف خانه نظر کن، در بعض خانه ها این جای طعنه کردن نیست، جای منت گذاشتن نیست. وقتی رفته باور کن طعام میخوریم، همون دستمالی که در دست ما میدهند که دستهامون پاکیزه کنیم، باور کن از بوی بدی ویا دیگر دست مالیدش نمیتونی. چندقدر یک بوی بد در همون دستمال ها وجود دارد. اینقدر خراجات ها میکنیم، لکن یک دستمال همون تازه پاکیزه را پیش یک مهمان در گذاشته نمیتونیم. حالا که حبیب خدا میگوید من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. شما اگر ایمانی بر خدا داشته باشین، ایمانی بر روز قیامت داشته باشین، مهمان هاتون احترام کنید. انا همین است احترام، احترامشون کنید. چی از خیر خدایی هایی که داریم، با یک دستمال یک معرکه کلان ما و شما میگذرونید. وقتی خراجات اگر خوراکه هامون حساب کنیم به 2000 و 3000 سامان میرسد، لیکن برای دستمال خریدن که با تمام همون معرکه اگر ما یک دانه خریم شاید 50 سامان 100 سامان ده همش ده کفایت کنه، شاید حالا از این هم کمتر می شود. اینا ده اهمیت دید. امروز عصری نو است، امروز دیگر در زیر کش تازه کردن و در جلک مالیدن و در ریش مالیدن گذشت. امروز مدنیت است، امروز پیشرفت کردن در کار. بسیار اهمیت ده در این مسئله ها. اینا هم از اسلام هستند، اینا هم مسئله شرعی هستند. بعضی آدمانی که این سخنهای ما را شنیدن برای ما دستمالی نو میارن، لیکن برای با دیگرها دستمالی نو نمیتن. ما که آمدیم دستمالی نو بیاریم، دستمالی نو بیارن، لیکن دیگر مردم در نمی آرن. فکر میکنم فقط دستمالی تازه برای من لازم است و بس. من هم یک بنده عاصی مثل شما هستم، ما یگان قدر منزلت از شما بیشتر ندارم. السلام علیکم داملا اکای حاجی مرزا، در نماز جمعه برای چی 2 بار اذان گفته می شود؟ این اذان اصلا در دوره های پیغمبر 1 بار بود، در دوره های حضرت ابوبکر صدیق هم 1 بار بود، در دوره های حضرت عمر هم خلافتش 1 بار بود. لیکن وقتی انبوه مردم که خیلی زیاد شد، الکه دوره های حضرت عثمان در کتاب ها میگوید که 2 اذان شد، 2 اذان شد. یکم اذانش برای چی بود؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. یکم اذانش همین است که وقتی اذان یکم که گفته شد، ترک باید دکانها درهاش بسته شود، کارهای دنیایی همه ترک کرده شود. اذان دوم که گفته شد باید که الله که در نماز اونها قایم باشد.
این یکم از آن گویم ساده کرده گویم، یعنی این آگاهی هست. آگاه باشید که عبادت پروردگار شروع می شود. کارهایی که دارین کارهاتون ترک کنین، طهارت کرده به مسجد حاضر شوید. و دوم از آنش الکی از اقامت صلات، یعنی از شروع نماز خبر می دهد. نماز تراویح اساساً چند رکعت است؟ مخلصان شما از امام تعریفی التماس جواب پورا دهید. نماز تراویح اصلا نزد عقیده من 20 رکعت است. 20 رکعت است. این یکی از سنت های حضرت عمر است. پیغمبر خدا گفتن علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین و سنت الخلفاء الراشدین و عز علیها بنواجذ. با سنت های من چنگ زنید و با سنت های چهاریار من چنگ زنید. از این خاطر اینم یکی از سنت های حضرت عمر است. از این خاطر 20 رکعت نماز در تراویح نزد ما و شما سنت است. همینش برای ما و شما بس است و کفایت کننده است. اون در بعض مسئله هایی که نسبت این تراویح اختلاف ها میراد، اونش ما کار نداریم. اوناش رویه ما نیست، اونا با مذهب ما نیست. برای ما و شما هم 20 رکعتش کفایت میکنه. السلام علیکم محترم حاجی میرزا. ما یک گروه مخلصان دائمی شما از ناحیه مؤمن آباد، اولا از خداوند سلامتی شما را خواهانیم و شکر آن را داریم که چنین پیشوا خداوند به ما عطا نموده است و ما چنین سوال به شما مراجعت میکنیم. دوره کردن میت درست است یا نه؟ دوره کردن ما یک بار گفتیم که وقتی که ما و شما پیش از جنازه کردن دوره میکنیم، دوره اصلا نه در آیت آمده است نه در احادیث های پیغمبر. من در هیچ مسئله دوره کردن را ندیدم، در یگان کتاب از این خبرم نه آمده است. لیکن حتی خطا بودن و نادرست بودن دوره هم خودش معلوم است. خودش معلوم است. اگر با شرطی که همون مرد یا همون زنی که مرد است، ما در حالت دوره میگوییم بعضی را ادا کرده است و بعضی را قضا کرده است. اگر همون تماما نخوانده باشد، الله که یعنی من شاهدی دادستم که وای بعضی را ادا کرده است، دروغ گفته ایستاده، وای نخوانده است. بعضی را ادا کرده است و بعضی را قضا کرده است. اکنون که ندای پرصدای ارجعی الی ربک راضیه مرضیه به گوش این بیچاره رسیده است، به سبب موت از ادای آن عاجز آمده است. این ما و شما در دوره میگوییم. لیکن اگر مبادای وی نماز نخوانده باشد، من میگویم بعضی را ادا کرده است، آیا این دروغ نیست؟ یا بعضی را قضا کرده است. اگر قضا کرده باشد وی در نزد خدا عاصی و رسیا است. چرا نماز قضا کرد؟ چرا خراخوری را قضا نکرد؟ چرا پول جمع کنی را قضا نکرد؟ چرا راحت دنیا را قضا نکرد؟ چرا تمام معیشت دنیا را قضاش نکرد و نماز قضا کرد؟ چرا؟ این سوالی هست از نزد پروردگار برای او بنده می شود که چرا به همه کار دنیایی رسیدی قضاش نکردی؟ چرا نماز قضا کردی؟ در قضاشان در نزد پروردگار گناهگار است، در نخواندنشان در نزد پروردگار گناهگار است. حبیب خدا گفتن لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاة له. بی قدرترین، بی شرفترین، بی ناموسترین مردم در امت من آن کسانی هستند که نماز نمیخوانند. این بی قدرترین انسان در روز قیامت است. برای همین اون گندمی که ما میاریم در یک طبق میگذاریم، من نمیدانم باعث چی باشد. حالا که گندم برای فدیه صوم و صلات ما داریم، دلیل ها داریم که فدیه دادن در کار برای ترک نماز و برای ترک روزه. یعنی اگر مبادا یک شخصیت از دنیا گذشت، در کدام حالت فدیه میتیم؟ فدیه نماز 2 کیلو گندم است. یعنی اگر مبادایی که یک پدر نماز بامداد خوانده نتوانست، به خاطر چی؟ به خاطر شرایط بودنش نه، بلکه در حالت بیهوشی بود. انا در همین حالت اگر نماز از او فوتید
یا نماز پیشین هم از او فوتید و در نماز عصر اگر قضا کرد او در حالت بیهوشی از دنیا گذشته بود، انا برای نماز بامداد و نماز پیشینش مثال فرزند همون 4 کیلو گندم فدیه صلات میتن. برای 2 نماز از پدرش در حالت بیهوشی گذشتگی است. اگر ماه رمضان باشد برای هر یک روزی که وی خوردگی هست که وی قوت نداشت اون هم 2 کیلو گندم دیگر میدهد. یعنی وی با عذر نمازش نخواند، خیلی بالای پا بود یا کار دنیایی در مشغول بود، یک بارا جان داد و بعد 1 سال 2 سال نماز نخوانده باشد، اگر ما 1 تانه گندم هم که دوره کنیم وی فایده نمیکنه. 1 تانه گندم. این عقیده اصلش انا همین است. اگر مبادا در بین شما یگان ملا باشد یا یگان کتاب دلیل داشته باشید، برای من در خط نویسید، من در بین این مردم باور که دلیل تر خوانده میتونم. لیکن من الحمدلله با تمام مسئولیت میگم تو دلیل نداری، هیچ دلیل نداری، نیست در یگان کتاب، وجود نداره. اینا من برای اون میگم که تا که شما آگاه شین که همین چیز صحیح نیست. من برای تحقیر کردن دامله های پیش نمیگم، فقط برای اون میگویم که این از اسلام نیست. مگر این پیدا شد به مرور زمان باشد، عادت چیزی شد پیدا شد. فرزند چی دختر باشد چی بچه، پدر و مادرشان از بالای سرشان بوسه کنند، علی رأس از تار سرشان. بچه و دختر حقوق دارد پدر و مادر از تار سر بوسه کنند، لیکن پدر و مادر حقوق دارن فرزندهاشون از رخساره هاشون بوسه کنند. خب قبلة الموده، 4م بوسه مودت نام داشته است. هی قبلة الاخ للاخ او الاخت علی الجبهه. خواهر برادرشه، برادر خواهرشه، فقط حقوق دارن که از پیشانی بوسه کنند. و آخر و قبلة الشهوه، آخرش قبله شهوت، بوسه شهوت است. هي قبلة الرجل لزوجته على الفم. 5مش بوسه شهوت نام داشته است، یعنی بوسه کردن شوهر زن یا زن شوهرش از دهانشان اجازت است، فقط برای شوهر و زن. این 5 نمود بوسه را گوش کردین، از این زیاد کم نکنین دیگر. آن چیزی که این عزیز ما و شما برای ما و شما رخصت دادن همش در زیر حدیث است. حتی در مشکات هم باب بوسه کردن رسول اکرم فاطمه را آمدگی هست و فاطمه پدرش هم بوسه کردگی هست، آمدگی هست. بوسه کردن رسول اکرم جعفر طیار برادر حضرت علی را آمدگی هست. از این خاطر این دلیل هایی که من برای شما میخوانم همه اینا در زیر حدیث هستند. از این دیگر زیاد و کم نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی مرزا، درباره آدمانی که امر معروف را گوش کردن میخواهند، اسلام به اینها چی میگوید؟ دوم، وقتی که خداوند آدم را خلق کرد، زبانهایشان را کی و چی خیل جدا کرد؟ و مثل تاجیک و روس و ازبک و انگلیس و غیره. التماس جواب درست دهید، من یکی از مخلصان اشدی شما می باشم. خداوند در سوره روم می تواند آیت 22 و نظر کند. خداوند می گوید و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. خدا می گوید که همین پیدا کردن آسمان و زمین من آیاته، این از قدرت من نشان دادن است. این قدرت من است که من آسمان و زمین آفریدم. کسی زمین و آسمان آفریده می تواند یا نه؟ نمی تواند. و از قدرت من است این که من رنگهای شما را دیگرگون کردم، یکی از شما را سیاه کردم، یکی را سفید کردم، یکی را زرد و یکی را سرخ و دیگر نمودها را شما را مبدل گردانیدم. و دیگر از قدرت من این است که من زبانهای شما را دیگرگون کردم.
تا که برای تمام دانشمندها و برای تمام مردم این قدرت من آشکارا شود، تا که به قدرت من تسلیم شوند که من این ذات هستم که رنگهاتان دیگر میکنم، زبانهاتان دیگر میکنم، آسمان و زمین می آفرم، با یک حرف کن تمام دنیا را خلق میکنم، هر چی خواهم پیدا میکنم. یعنی از این خاطر این کی شده است، این کیش خدا خودش میداند. زمانی که آدم آفرید و فرزندهای او را که پیدا کرد، همون زمان دیگر زبانهاشون را دیگر کرد. در دیگر سوره قرآن هم است: یا ایها الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. خدا میگه یا ایها الناس، ای مردم، من شما را از یک مرد و از یک زن آفریدم، یعنی از بابای آدم و از مام حوا شما را آفریدم و شما را من قبیله قبیله گردانیدم، یعنی هر کدام شما را به هر شهر پرتافتم. برای چی؟ برای چی زبانهاتون دیگرگون کردم؟ برای چی شما را قبیله به قبیله جدا کردم؟ لتعارفوا، تا که با یکدیگر رفت آمد کنید، تا که با یکدیگر خویش و تباری کنید، تا که از یکدیگر عبرت گیرید. من به این خاطر شما را در هر گوشه های دنیا تقسیم کردم. لیکن کی چه خیل شد این خدا خودش میداند، منم میدانم. آدمانی که امر معروف گوش کردن نمیخواهند، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. چی تشبیه خیلی وزنینه، چی تشبیهی که باور کن در تحلیلش اگر انسان ذره ناموس داشته باشد خیلی غمگین می شود، از حال خودش، از احوال خودش غمگین می شود. خداوند میگوید بدترین جنبنده در روی زمین، یعنی بدترین آن نام انسانی که دارد در روی زمین، کدام انسان از همه بدترین است؟ آن کسانی که کر هستند، آن کسانی که گنگ هستند، آن کسانی که کور هستند. اولئک کالانعام، خدا گفت این گروه، این کوران و کران و گنگان، اینا حیوان هستند. بل هم اضلوا، خدا گفت از حیوان هم دیده پستر هستند. اولئک هم الغافلون، اینا در غفلت هستند، از حیوان دیده پستر هستند. او حضرت سعدی را خدا رحمت کنه میگه مسکین خر اگرچه بی تمیز است گربار همه برد عزیز است. همین مسکین خر اگرچه خر است، اگرچه یک حیوان خیلی گویم آوازی ناخوب دارد، لیکن مادام خدمتی در مردم که میکند و شرف دارد و قدر دارد. اگر قدر نمیداشت امروز 200 سامان و 300 سامان نرخش نبود. هم قدر دارد میگن. لیکن انسانی که از امر معروف میگریزد، خدا میگه از همون حیوان هم دیده قدرش پستر است. کیا؟ گنگها کی است؟ کسانی هستند که امروز حقیقت به مردم نمیرسانند، حقیقت نمیگویند، گنگ هستند. شاید میگه اگر حقیقت گویم به ضرر من حل شود، یا شاید حقیقت گویم اگر ممکن که از مسجد مرا از کار گیرند، شاید اگر حقیقت گویم شاید اگر فشار بالای من آید، گفته هر سبب ها را کردن میگیرند. خدا میگه این بدترین انسان است کسی که حقیقت به مردم نمیرساند. قول الحق و این کان مرا، حبیبی خدا میگوید حق تلخ است، اگرچه حق به ضرری تو هم که حل شود و مردم مسلمان حقیقت برسانی تا که آگاه شود. دوم گروهی که بدبخترین هستند، این مقصد من این کرها و گنگها و کرای مادرزاد نیست، اینایی که به بیماری همین به بیماری مبتلا شدند، بلکه گنگ آن کسی است که زبان دارد و حقیقت نمیگوید. دوم کوران آن کسانی هستند که حقیقت را نمیبینند،
حقیقت نمی بینند. کران آن کسانی هستند که شنیدن امر معروف نمیخواهند که امر معروف باشد. حالا که خدا رحمت کند، صوفی علیه را میگوید بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. بهترین عمل در نزد پروردگار از حساب اجر کی دارد؟ کسی دارد که امر معروف و نهی منکر بکند. حتی حبیب خدا میگوید مثل الذی یذکر ربه والذی لا یذکر ربه مثل الحی والمیت. آدم مرده را از زنده گو من جدا کنم برای شما. این دو آدم زنده را راست کردن، گفتن امینا میدانین کدامش مردگی هست و کدامش زنده هست. گفتن کدامش مرده هست کدامش زنده است، حالان که هر دوش بالای پا ایستادگی است. آخر اینا هر دوش حرکت دارن، زنده هستن. که پیغمبر گفت آن کسی که یاد خدا میکند، آن کسی که این گونه مجلس ها را دوست می‌دارد وای زنده هست. آن کسی که از یاد خدا دور است، آن کسی که از این مجلس ها نفرت دارد وای در حکم مرده ها هست. خداوند در قرآن میگه ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. خدا سفارش میدهد باید که در هر یک دهه، باید در هر یک شهر، باید در هر یک کوچه مبلغا باشند، دعوتگرها باشند، امر معروف نهی منکرها میکردگی ها باشند. باید باشد میگه خداوند. حتی که همین فضلی که خدا شما را داده است، و چی خاطر دادتان؟ و چی خاطر شما را بهترین امت روی دنیا خواند؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما ای امت آخر زمان، ای امت محمد صلی الله علیه و سلم، شما بهترین امت هستید. به خاطر چی؟ به خاطر که شما در مجلس هاتان امر معروف و نهی منکر دارید. به این خاطر شما بهترین امت هستید. لیکن صد افسوس که امروز سخن حضرت حذیفه ابن یمان یاد محمد صحابه پیغمبر و حضرت گفتن یأتی علی الناس زمان، زود است که یک زمان می آید که لأن تكون فيهم جيفة حمار احب الیه من مؤمن یأمروهم و ینهاهم. زمان می آید، گفت حضرت حذیفه، که برای این مردم قد بیهوده گفتن است، صحبت اونها برای اینها خوش می آید از شنیدن سخن خدا و پیغمبر. امروز همون معرکه ها در ما و شما هستند که این گونه معرکه ده ندارن، جلب ندارن، خواهش ندارن، بلکه نفرت دارن. خدا رحمت کند حضرت سعد با دانایان دم عرض جهانی، با آدم دانا یک دم یک لحظه نشستن میگوید، این میگوید قدر جهان دارد. با دانایان دم عرض جهانی نیرزد 100 سری نادان بنانی. کسی میخواهد، کسی دوست میدارد این معرکه ها را خوش به حال شد، حتی که دوزخی و بهشتی را باور کنه از همین معرکه ها یافتن ممکن است.